دوم معنای رب مصلح است. ما را کی اصلاح میکنه؟ اول ما را کی تصویر کرده؟ این اصلاحات در وجود ما آورده. این قلب ما را کی جور کرده؟ این شش ما را کی جور کرده؟ این اعضای بدن ما را یکی. دوم اصلاح ما و اصلاح زندگی ما. توسط کی میشه و با قانون کی میشه؟ عقیده داریم که اصلاح ما مصلح ما الله است. پس اصلاح در جامعه و در جهان بدون قانون الله نمیه. اگر بگوییم که نه این قانون فلان شخص بسازه، فلان مولوی صاحب بسازه، باز اصلاحات می فلان متخصص حقوقدان بسازه، اصلاحات می قانون فرانسه، قانون ایتالیا، قانون امریکا، باز اینجا در حقیقت ما رب العالمین نشناختیم. از این خاطر در آیت شریف دیگه میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. نصرانی ها گرفتن احبار خود را، یعنی علمای خود را، و رهبانهم و متصوفین خود را، رهبان کسایی که ترک دنیا میکردن در نصرانیت، این ارباب گرفتن. عدی بن حاتم رضی الله عنه یک صحابی مبارک بود که قبلا ای خودش نصرانی بود، مسلمان شده بود. ای بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ای آیت برش خوان، عدی بن حاتم با اساس فهمی که در نصرانیت داشت، ببینین فهم در هر دین فرق میکنه، فهم در هر دین فرق میکنه. عدی بن حاتم در نصرانیت او تو فکر میکرد که رب کسی است که به او رکوع سجده شوه، عبادت شوه. از این خاطر به اساس فهم قبلی خود که در نصرانیت داشت و خودش مسلمان شده بود، بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله، ما بزرگای خدا عبادت نمی کردیم، چطور شما این آیت قرآن آمده و در قرآن شریف میگه که اتخذوا، نصرانی ها گرفتن احبارهم، علمای خود را، و رهبان جمع راهب است. احبار جمع حبر است. حبر در زبان عربی اصلا رنگ میگن، محبره بودل رنگ میگن. علما را حبر به خاطر از این میگفتن که اونا زیاد که از قلم رنگ سر و کار داشتن، نشته زیاد میکردن، از این خاطر مجازا سر از اینا اطلاق چی میشد؟ یا حبر میگفتن و جمعش احبار میشد. و رهبان جمع راهب است و راهب کسی است که ترک دنیا میکنه، کالای خوب نمیپوشه، 15 16 دانه چپن میپوشه، یک دانه چلتار ملنگی پیدا میکنه، چهر چتل، اون مردمای راهب که باز ازدواج نمیکنه. این چیزا در اسلام نیست، مقصد در اسلام نیست. خب به هر صورت در آیت قرآن آمد که اتخذوا، گرفتن احبار و رهبان خدا، ارباب جمع رب، یعنی خدایان خود ساختن. عدی بن حاتم گفت یا رسول الله، ما علمای خدا عبادت نمی کردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برشان فهماند که رب تنهایی نیست که تو سجده یا رکوع بکنی، وقتی که قانون کسی را سر تطبیق کردی او را خدایت ساختی. گفت اگر علمایتان حلال حرام میکرد، کفتر حلال است، عالمت برات گفت که کفتر نخو، چرا نخورم؟ حرام است. مرا والا صاحب، وقتی که رهبانتان، گوشنشینایتان برتان میگفت که لباس پاک، این کالای من جایز است بپوشم، یک کسی میگه نه نه اینه نپوش، چی بپوشم؟ برو یک پیرنتنبان از چی پیدا کن، از همین موی بز که جور میشه، که وقت که میشی خوب هم تو چرا؟ این لباس چرا؟ والا این رسای من بزرگ ما سرم. رسول اکرم صلی الله علیه و برازی فهماند که متاسفانه اینا احبار و رهبان خدا به خاطر ازی گفت خدا ساختن که اینا در حلال و در حرام الله بر از اونها و حق دادن. اصلاحاتی که قرآن آورده
حال بسیاری کسا اصلاحاتی که قرآن اصلاح میکنه میگن نه نیست، ما باید قانون فرانسه را بریم، قانون امریکا را بریم، از فلانی عالم و دانشمند و فیلسوف پیروی بکنیم. پس در شان از یا همه میشه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله.